برای همین اصلا گمان نکنیم که با پول دادن ما حق پدر و مادر خود را انجام داده. با یک بار حج فرستانیدن، با یک معرکه خوش رو کرده به اطرافش خیش و تبارش رو دعوت کردن، با یک بار و دو بار توی کرده به او کرته های قیمت خریدن ما حق او رو انجام دادیم. نه، یک آهی که در بیماری کشید، یک آهی که در تنهایی کشید برای تمام عمر شما رو سوزاندن کافی است. آره میگوید آخر من مستضعفم، من به وطن رفتم من زندانی میشوم، من به وطن رفتم من رو اذیتم میکنن و من پدر و مادرم رو چندین مراتب زیادتر میسوزانم. در اینجا شما عذر دارید و حتما این عذر رو به پدر و مادر خود رسانید که من همین گونه عذر دارم وگرنه من در پیش پای تو بودم. اما وقتی عذر ندارید و یا میتوانید پدر و مادر رو نزد خود فریاد کنید، یا شما